حالا ما در پالایشگاه اخلاط شهر وحدت در جماعت دهات رجب اسماعیلوف قرار داریم. در این مکان از تمام گوشه و کنارها و محلهای شهر وحدت اخلاط به اینجا آورده می شود و قبلا در زمان شوروی در اینجا یک پالایشگاه مخصوص بنیاد کرده شده بود که نخست اخلاط بی‌ضرر کرده می شد و بعدا آب آن به دریای کنار این پالایشگاه جاری می شد. اما حالا ساکنان می گویند دستگاه های این پالایشگاه کاملا کارناشایم شدند و از این رو اخلاط به واسطه در یکی از حوضهای این مکان ریخته می شود و بوی غلیظ آن اطراف این مکان را فرا گرفته است. ساکنان از بوی غلیظ آن و وضع آنتی سانیتری در این محل خیلی نگران هستند و از همه چیز نگران کننده آن است که آب این اخلاط بدون هیچ گونه پالایش و بی‌ضررگردانی به واسطه به شاخوبی دریای کوفرنهان جاری است که در پایانتر این محل باز هم دهه ها موجود است و ساکنان به واسطه از آب دریا استفاده میکنند که منطقاً میشود گفت که البته برای سلامتی آنها بی‌ضرر نیست. 2 سال نام میشد اینجا کار میکنم وقتی دابوش سوزا نمیشه. من میگم قبولش بزی باکی باور که دیگه اگه چی نداره اگر چی نداره خوبه چه بتانش که بوی غلیظ این از کجا میبیارن؟ همه شما میبینید از کجا میبینید؟ از شنبه میارن همین وحدت همه کشور میارن. مثلا مقامات یکم اومده دیدن یکم مراجعت کردن مردم که مثلا همین حوض در خیلی است مثال آدمای هست میان انجام خیلی میکنن خیلی چی بگم به تو باکنه دو هیچ کنه یا کس نپرسید اینا نگاه کده اینا دیدی اکسکواتر نمیروز کار کرده دیدی خب نمی تقاطع خبره خیزش نمی خبرامو میره دام دایرو ریخته است. بعد مثلا از اهالی که در پایان زندگی میکنن از همین آب دریا استعمال میکنن از همین آب شما چه مثلا آب دریا حلال میشوره بعد ها که ما دائم پیش از نیم که میبینیم و استعمال نمیکنیم استفاده نمیکنیم.